طبق اعلان بانک ملی تنها 3 روز از 28 تا 30 دکبر آنهایی که طریق نظام زلطه کرونا به تاجیکستان مبلغ فرستادند می توانند پولهای خود را از امانت بانک دریافت کنند. این اعلان در پی شکایت صدها مهاجر صدا می دهد که گفتند طریق نظام زلطه کرونا به تاجیکستان مبلغ فرستادند ولی نزدیکان آنها نمی توانند در تاجیکستان این مبلغ ها را دریافت کنند. یک نازکی دیگر تصمیم بانک ملی این است که تنها مبلغ هایی که طریق نظام زلطه کرونا به تاجیکستان فرستاده شدند به نزدیکان مهاجران پرداخت کرده می شود که اگر آنها از 1 نوامبر تا 3 دکبر فرستاده شده باشند، یعنی تا زمان فعال شدن مرکز ملی پروسسینگی بانک ملی. مسئولین بانک ملی روز 27 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند هدف از این تصمیم حمایت منفعت میزبان بانک ها می باشد. قبلا بانک ملی از مهاجران خواسته بود اگر طریق نظام زلطه کرونا به تاجیکستان مبلغ فرستادند باید آن را از روسیه بازخوان کنند، اما مقامات بانک ملی گفتند برخی مهاجران از روسیه مبلغ فرستاده خودشان به تاجیکستان آمدند و از این خاطر آنها امکانیت دادند که مبلغ خود را از امانت بانک بگیرند. میرعلی سعیدوف 53 سال دارد و از این 20 سال اخیرش را در مهاجرت پسی سر کرده است. او هفته پیش به وطن برگشت و همراهش پول چند مهاجر دیگر را نیز آورد، زیرا به گفته میرعلی مهاجران 3 هفته اخیر در فرستادن مبلغ مشکل دارند و به دست هر نفری که به وطن می رود مبلغ می دهند تا به نزدیکان آنها رساند. 10,000 دادن، ما آوردم دادم شونا. برای چی بانک چی نفرستادن؟ نتونستن آخه گرفتن از زن. مشکل در انتقال مبلغ به تاجیکستان ظاهرا حجم انتقال پول از جمله روبل روسی را به کشور کاهش داده است، برعکس سالهای پیش که در زمان بازگشت موسمی مهاجران قرب روبل پایین می آمد، امسال قرب روبل بالا رفته است. برخی بانکداران این را نتیجه ورود کم مبلغ از خارج کشور به تاجیکستان ارزیابی می کنند. مسئله انتقال مبلغ از آن جهت برای جامعه تاجیکستان مهم است که طبق حساب متخصصان هر 4مین خانواده در کشور از حساب مبلغ مهاجران روز می‌گذرانند. طبق آمار بانک ملی در 9 ماه سال روان مهاجران به کشور نزدیک 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.